الحمدلله به داستانی دیگه و سیمایی دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. سیمای صحابه‌ای که برادر ایشون در رأس قله شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. شخصیتی که برای هممون شناخته شده است، چه بالاخره خوبی هاش، چه بزرگواری هاش، چه قدرت و توانمندیش. کی است؟ عمر هست. میخوایم بر زندگی برادر عمر رو با هم بخونیم. زید ابن خطاب رضی الله عنه. معروفه که زید برادر عمر هست، از نظر سنی از عمر بزرگتر، قبل از عمر مسلمان شده و ایشون قبل از عمر هم به شهادت میرسه. در جنگ بدر و احد و خندق و بیعت رضوان، در تمام این جنگ ها ایشون به قول معروف حضور داشته کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و حتی جایی که عمر میگن بعد از شهادتش همیشه میگه بوی نسیمی نمیاد صبحگاهان مگر اینکه من احساس میکنم بوی زید رو حس میکنم، به خاطر محبتی که بین این دوتا برادر وجود داشت. بله، زید ابن خطاب رضی الله عنه از بزرگان و سابقین اولین به اسلام هست. در همون ابتدایی که اسلام بالاخره در مکه ظهور کرد، اسلام در مکه آغاز شد، زید ابن خطاب جزو اولین کسانیه که این اسلام رو میپذیره و حقیقت این اسلام رو قبول میکنه. و خب این عصر نبوت هست، ابتدای عصر نبوت، و همونجوری که اشاره کردیم سختی ها و رنج ها و مشکلات خودش رو هم به دنبال داره. و خب طبیعیه که از خانواده خطاب ببینید که سرسخت‌ترین افراد هستن نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اولین شخص زید ابن خطاب مسلمان میشه، سرور و بزرگواری که هم به عنوان سرور مسلمانان شناخته میشه. زید هم شهید هست در واقع، هم مجاهد هست، هم با تقوا هست، هم محب رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، هم انسان زاهدی هست، اخلاص داره، وفا داره و صدها موارد دیگه که وقتی مورخین در مورد ایشون نقل میکنن و میگن بله ایشون برادر عمر ابن خطاب رضی الله عنه هست. مادر ایشون اسما بنت وهب هست. دقت میکنید مادر، چون پدر عمر 2 تا زن داشته یا چند تا زن داشته، پدر عمر، مادر حضرت عمر حنتمه هست، مادر حضرت عمر حنتمه هست و مادر زید اسما هست، اسما بنت وهب هست. و زید از نظر سنی از عمر سنش بیشتر بود و قبل از عمر هم اسلام رو مسلمان شده بود. زید فرزندی داره به نام عبدالرحمن که بالاخره همسرش هم هست به نام لبابه بنت ابی لبابه هستش. و خلاصه ما داریم اسما دختر زید هست، در واقع اسما بنت زید رو داریم. مادر ایشون باز جمیله بنت ابی عامر هست. و خب این مواردی که در کتاب نقل شده، حالا ضرورت هم نیست که ما هر چیزی رو اینجا با هم بخونیم، بخاطر اینکه نمیخوام طولانی بشه. در هر صورت از نظر ظاهری میگن زید هم مثل عمر قد بلندی داشت و جثه بلند و توانمندی داشت و گندمگون بود. زید چهرهش گندمگون بود. زید در مکه هست، جزو سابقین اولین، جزو اولین کسانی که دوران مکی رو پشت سر میذاره و مثل کوهی استوار، مثل سایر شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دعوت دینی رو میپذیره، استقامت میکنه، کنارش وامیسته و یک لحظه هم از این دعوت کناره نمیره و خودش رو کوتاه، یعنی سازش نمیکنه با مشرکان. ضمن که ایشون هم به مدینه منوره هجرت میکنه و جزو اولین افرادی است که مهاجرت میکنه. و جالبه که ایشون با عمر رضی الله عنه و خب خانوادهشون در این کاروان هجرت قرار دارن. خب داستان هجرت هم حتما شنیدید دیگه. میگه ایشون با برادر خودش که بالاخره عمر جزو ارکان و قدرتمندان مسلمانان شناخته میشد هجرت کرد. در این کاروان هجرت عبدالله ابن عمر هست، عیاش ابن ابی ربیعه هست که معروف به ذی‌رمحین هست که 2 تا نیزه داشته به خاطر شجاعتش. بالاخره داستان هجرت عمر هم که بارها شنیدید، میگن خودش آماده کرد، مجهز کرد به سلاح، به هر چه داشت، با شمشیر رو بالاخره تیر و کمانش رو هم برداشت و نیزه هاش هم برداشت و آماده شد، رفت در برابر بزرگان قریش و گفت که مثلا سیاه با چهره های شما برخلاف اون که تصور میکنه دین خدا یاریش خواهد شد و هر کی میخواد مادرش یتیم بشه یا بالاخره مادرش بیوه بشه به عزاش بنشینه یا بچه‌هاش یتیم بشن یا زنش بیوه بشه، بیاد من میخوام الان از اینجا چیکار کنم؟ هجرت بکنم، من آماده‌ام. هر کی میخواد اجل منی میخواد بگیره بدونه که یا مادرش به قول من رو به عزاش خواهد نشست و یا همسرش بیوه میشه و فرزندش هم یتیم میشه. اون نحوه هجرت عمر هست دیگه. هجرت عمری همه چیزش مشخص هست. در هر صورت اینها هجرت کردن.
هجرتی کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بین مهاجرین انصار پیمان برادری برقرار کرده بود، از جمله بین زید بن خطاب و بین معن بن عدی العجلانی. خوب داشته باشید، معن بن عدی العجلانی که این یکی از بزرگان انصار هست، بین این دوتا چیکار کرد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برادری برقرار کرد. داشته باشید، چون یادتون باشه من در داستان‌های قبل اشاره کردم که زید بن خطاب در جنگ با مرتدی مسیلمه کذاب به شهادت رسید. حالا همین کسی معن بن عدی ابن عجلانی هم که می‌بینید که با پیامبر با ایشون پیمان برادری بسته، جالبه که این شخص میگه قبل از اینکه حتی مسلمان بشه قدرت سواد داشت، روز کاتبین بود و جز افرادی بود میتونست بنویسه و در جنگ یمامه هم اینم کنار مجاهدان بود، کنار زید اینها بود در سپاه انصار و خداوند ایشون رو هم به شهادت رسون و در زندگی هم با هم دو تا برادر ایمانی بودن. در مرگ هم ایشون چیکار شد؟ به عنوان یک برادر ایمانی کنار ایشون به شهادت رسید که در هر صورت صحبت از این میشه که به عنوان مردان صالحی که در این میدان بودن. حالا من زندگی ایشون رو باز میذاریم در جای دیگه، نمیخوام وارد این مبحث بشم که خلاصه فرصت رو از دست ندیم که در مورد همین قصه حداقل داستان زید بن خطاب مطلب رو داشته باشیم. بله، این پیمان برادری که خداوند بین زید و این صحابه بزرگوار که میگم خود من این اسما رو فراموش میکنم دائما برقرار کرد، معن ابن عدی، پیمانی است فقط به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر محبت انسانی و برادری. زید ابن خطاب که خدا از ایشون راضی باشه جزو اولین رجال و شخصیت‌های عصر نبوت هستند، کسانی هستند که برگزیدگانی هستند که کنار پیامبرند. در هیچ جنگ و غزوه‌ای ایشون تخلف نکرد، با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همراه بود، زیر پرچم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شمشیر میزد، دفاع میکرد، در بدر بود، احد بود، خندق بود و در تمام مشاهد و غزوهایی که وجود داشت ایشون حضور داشت. در بیعت رضوان جزو شخصیت‌های خوب ایشون هم حضور داره و این بیعت رضوان هم فضیلت شامل حالش میشه که بیعتی که خداوند در اونجا اعلام رضایت کرد نسبت به همه کسانی که در اونجا با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند. نکته خیلی جالبی زید داره در جنگ احد. زید و حضرت عمر در جنگ احد دارن که خب اینا هر دو تا قهرمانان بالاخره عرب بودن، حالا مسلمان شده بودن، قهرمانان قریش در لباس مسلمان در کنار مسلمان ها قرار گرفتن، کنار همدیگه. میگن در اون روز داستان خیلی زیبایی داره. ابن سعد نقل میکنه در طبقات خودش، از ابن عمر روایت نقل میکنه از عبدالله ابن عمر، میگه عمر به برادرش زید گفت در روز احد لباساشو در آورد، لباس زرهی که درعی که داشتن داد اونو به برادر خودش، حالا اون سپر بود یا هرچی بود، لباس حفاظتی که داشتن، لباس جنگی که در مرسوم عرب بود، اینو در آورد داد به برادرش، به زید. تا داد برادر تنش کرد، باز تو فکر کرد و باز زید در آورد، به عمر گفت نه من نمیخوام. عمر گفت چیز شده چرا نمیخوای؟ گفت من میخوام برای خودم اونجوری که تو برای خودت میخوای. عمر گفت منظور چیه؟ گفت تو میخوای شهید بشی؟ من دوست ندارم شهید بشم. خب منم دوست دارم شهید بشم، من اصلا این سپر نیازی ندارم. امام طبرانی نقل میکنه از ابن عمر، میگه که عمر در روز احد برادرش گفت که خب بگیر این درع یا اون لباس حفاظتی اینها رو، گفت نه منم مثل تو میخوام شهید بشم. این که هر دوتا اون رو رها کردن، اون لباس حفاظتی رو در میدان جنگ قهرمانانه جنگیدن. جالب اینجاست که میگه که حالا تو من بگو که عمر شجاعتر بود یا زید شجاعتر بود. هر کدوم از اینها بر شهادت حریص بودن، اما تقدیر الهی در اونجا نبود که اونجا در اون میدان احد اینها به شهادت برسن، همچنان میجنگیدن. جالبه که در نبرد احد نقل شده که اینقدر توانمند بودن که اینها با همون شمشیری که داشتن میتونستن این نیزه ها و اینها رو از خودشون دفع بکنند و زید بن خطاب قهرمانی بزرگی از خودش، شجاعت بزرگی رو در این جنگ به نمایش گذاشت که این شجاعت قابل تأمل هست که واقعا نمیشه گفت این رو به راحتی کسی تصور بکنه در اون روز، اون هم در جنگیان غزوه احد. اما
زید بن خطاب تنها نبود که ما بگیم در این جنگ احد، در تمام این مغازی و جنگ هایی که بود ایشون ذهنش جمع بود برای اینکه بتونه شرکت بکنه و به این شهادتی که آرزوش بود برسه و این نکته ایه که باید بهش ما توجه بکنیم. اینقدر ایشون درگیر این میدانهای جنگ بود که اینی که راویان حدیث از ایشون زیاد روایت حدیثی ندارن، خیلی اندکه احادیثی که از ایشون نقل شده، به جز یک حدیثی هست که در مورد کشتن مار هست یا حیوانات موذی و آزاردهنده در خونه ها که دیگه خب ما ضرورتی نداره اینها رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم. داستان تا همینجا داشته باشید. ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد تا بتونیم انشاءالله که بهتر مسئله رو توضیح بدیم و مطلب رو تکمیل بکنیم که با عجله پیش نریم. تا روز دیگه، جلسه دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.